آقایان، اگه شبها چند بار برای ادرار کردن بیدار میشین، احساس فوریت در دفع ادرار دارین یا حس میکنین مثانه شما بعد از دفع کردن هنوز کامل خالی نشده، میدونین که مشکلات پروستات چقدر آزاردهنده هستند. سالها راه حل این مشکلات محدود به دارو با عوارض جانبی احتمالی یا حتی جراحی بود. اما علم امروزه به چیزای جدیدی رسیده. شاید راه حل ساده همین حالا توی کابینت آشپزخونه‌تون باشه. مثل خوردن یک نوع خاص آجیل به صورت روزانه که میتونه به کاهش بزرگی پروستات و آرام شدن علائم به صورت طبیعی کمک کنه. طبیعت فقط مکمل و گیاه دارویی رو در اختیار ما قرار نداده، بلکه غذاهای روزمره‌ای رو هم به ما داده که میتونن درمانگر طبیعی باشن. این روش‌هایی که میخوام بگم پشتوانه علمی دارن و میتونن تسکین واقعی ایجاد کنن. من تو این ویدیو درباره 5 تا آجیل مفید برای پروستات در آقایون صحبت میکنم. آجیل شماره 1. توی این لیست ما نتایج شوکه کننده‌ای داشته که شاید زندگی شما رو تغییر بده. فقط قبل از ادامه خوشحال میشم که با لایک ها و کامنت هاتون از این محتوا حمایت کنین. توی کامنت ها بنویسین از کجا افتخار همراهیتون رو دارم و کانال ما رو برای دیدن اطلاعات بیشتر سابسکرایب کنین. از حمایت شما سپاسگزارم. اما اول ببینیم برای پروستات آقایون چه اتفاقی میفته. پروستات یه غده است که کوچیک، اندازه گردو، زیر مثانه و دور مجرای ادرار هست. با بالا رفتن سن، مثل سفید شدن مو، پروستات هم بزرگ میشه. به این وضعیت BPH میگن که یه وضعیت غیر سرطانی و خوشخیمه، اما میتونه مشکل ساز باشه. بزرگی خوشخیم پروستات میتونه باعث تکرر ادرار، فوریت ادراری، جریان ضعیف، تخلیه ناقص، شب ادراری بشه و خواب و انرژی شما رو مختل کنه. اما خبر خوب اینه که علم به این نتیجه رسیده که با تغذیه و سبک زندگی درست میتونین این علائم رو بهتر مدیریت کنین بدون اینکه نیاز به دارو داشته باشین. و اینجاست که اون 5 تا آجیل قدرتمند وارد میشن. خب، حالا بیاین شمارش معکوس خودمون رو با یک آجیل واقعاً فوق‌العاده و خوشمزه شروع کنیم. آجیل شماره 5. پسته. پسته متاسفانه قیمت بالایی داره، اما یک تقویت کننده طبیعی گردش خونه. پسته یک میان وعده خوش‌طعم و مغذیه که به خاطر ترکیبات فعال خودش میتونه از سلامت پروستات حمایت کنه. این آجیل سرشار از آنتی اکسیدان هایی مثل لوتئین و زاگزانتین هست که به کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب کمک میکنن. 2 عاملی که در بزرگ شدن پروستات نقش مهمی دارن. همچنین پسته یکی از منابع خوب آرژینینه، اسید آمینه‌ای که بدن از اون برای تولید نیتریک اکساید استفاده میکنه. ماده‌ای که باعث گشاد شدن رگ‌های خونی و بهبود جریان خون به ویژه در ناحیه لگن میشه. گردش خون بهتر یعنی اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به بافت پروستات میرسه و این میتونه به عملکرد بهتر اون و کاهش علائم بزرگی پروستات کمک کنه. از طرف دیگه فیبر و چربی‌های مفید پسته به ایجاد احساس سیری و حفظ وزن سالم کمک میکنن که کنترل وزن هم در کاهش فشار بر مثانه و بهبود علائم اهمیت داره. بنابراین گنجوندن پسته در برنامه غذایی روزانه راهکاری ساده و کاربردی برای حمایت همزمان از سلامت پروستات و قلب و عروق شماست. اگرچه که متاسفانه پسته قیمتش بالاست، اما یه راهکاریه که میتونه شما رو سالم نگه داره و از هزینه‌های زیادی که در آینده مجبور باشین برای جراحی یا داروهای شیمیایی پرداخت کنین جلوگیری کنه. اما نگران نباشین، چون آجیل‌های دیگه‌ای هم هستن. شماره 4. بادام. بهترین دوست سیستم ادراری شما. بادام یه آجیل فوق‌العاده متنوع و قدرتمنده که در خیلی از فرهنگ‌ها از دیرباز به خاطر خواص سلامتی بخشش شناخته شده و به خصوص برای مردانی که به سلامت پروستات و دستگاه ادراری خودشون اهمیت میدن ارزش ویژه‌ای داره.
مصرف منظم بادام میتونه به حفظ سلامت پروستات، تقویت عملکرد کلیه‌ها و حمایت از سلامت کلی سیستم ادراری کمک کنه. جادوی اون در پروفایل تغذیه‌ای شگفت‌انگیزش نهفته است. تنها یک مشت کوچک بادام مقدار قابل توجهی از نیاز روزانه شما به ویتامین ای، یک آنتی اکسیدان قدرتمند رو تأمین میکنه. همچنین بادام منبع عالی فیبر، چربی‌های تک غیر اشباع سالم و مواد معدنی کلیدی مثل منیزیمه. این ترکیب مواد مغذی در بدن هماهنگ عمل میکنه تا به پروستات سود برسونه. ویتامین ای و سایر آنتی اکسیدان‌ها که عمدتاً در پوست قهوه‌ای بادام پیدا میشن، رادیکال‌های آزاد رو خنثی میکنن. مولکول‌هایی که یکی از عوامل اصلی بزرگی و مشکلات پروستات هستند. چربی‌های سالم و منیزیم هم از تعادل هورمونی و جریان خون سالم حمایت میکنن که برای عملکرد بهتر پروستات حیاتی هست. یه مزیت جالب بادام به سلامت روده مربوط میشه. بادام به عنوان یک غذای پریبیوتیک عمل میکنه. فیبر و پلیفنول‌های اون غذای باکتری‌های مفید روده هستند. میکروبیوم روده سالم به مدیریت التهاب سیستمیک و دفع مؤثر مواد زائد کمک میکنه که فشار بر پروستات و سیستم ادراری رو کاهش میده و علائم رو کمتر میکنه. بادام رو میتونین به صورت خام به عنوان میان وعده مصرف کنین یا به صورت ورقه شده به اوتمیل یا ماست اضافه کنین. از آرد بادام میتونین در پخت نان و کیک استفاده کنین یا حتی کره بادام رو امتحان کنین. این تنوع مصرف دریافت روزانه رو ساده و لذت بخش میکنه. شماره 3. پکان، گردوی آمریکایی. یک آجیل محافظ پروستات. پکان یا همون گردوی آمریکایی یک ستاره واقعی برای سلامت مردانه. طعم رنی و کره‌ای اون محبوب بسیاری از افراده و به سرعت احساس سیری ایجاد میکنه. اما ارزش واقعی این آجیل در ترکیبات خاصشه. پکان سرشار از چربی‌های غیر اشباع سالم، گاما توکوفرول، نوعی ویتامین ای قوی، استرول‌های گیاهی و مواد معدنی مثل زینک و منیزیم. این ترکیب به محافظت مستقیم از پروستات کمک میکنه. گاما توکوفرول رادیکال‌های آزاد مضر رو خنثی میکنه که میتونن به سلول‌های پروستات آسیب بزنن. استرول‌های گیاهی هم از عملکرد ادراری سالم و اندازه طبیعی پروستات حمایت میکنن. فواید پکان فقط به پروستات محدود نمیشه. چربی‌های سالم، فیبر و استرول‌های گیاهی اون باعث بهبود کلسترول و سلامت قلب میشن. جریان خون بهتر یعنی تغذیه بهتر برای پروستات و کاهش التهاب. زینک و منیزیم موجود در پکان هم از سطح سالم تستوسترون حمایت میکنن که برای انرژی و سرزندگی مردان خیلی مهمه. برای بهره بردن از فواید پکان کافی روزانه یک مشت کوچک مصرف کنین. میتونین اون رو خرد کنین و به صبحانه یا سالاد اضافه کنین. طعم غنی پکان باعث میشه حتی مقدار کم اون هم مؤثر باشه. شماره 2. آجیل برزیلی، ستاره سلنیوم. آجیل برزیلی یک متحد قوی برای سلامت مردان است. به خصوص برای پروستات اهمیت ویژه‌ای داره. این آجیل غنی‌ترین منبع غذایی سلنیوم در دنیاست. تنها یک عدد آجیل برزیلی میتونه بیشتر از 100% نیاز روزانه شما به این ماده حیاتی رو تأمین کنه. سلنیوم یکی از اجزای اصلی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی قدرتمند در بدن هست و به خنثی کردن رادیکال‌های آزاد و کاهش التهاب در پروستات کمک میکنه. این اثر به صورت مستقیم از سلول‌های پروستات در برابر آسیب و رشد ناخواسته محافظت میکنه و حتی میتونه خطر مشکلات جدی‌تر مثل سرطان پروستات رو کاهش بده. مطالعات نشون دادن که سطح مناسب سلنیوم با کاهش خطر مشکلات پروستات مثل بزرگی پروستات و سرطان مرتبطه. علاوه بر سلنیوم، آجیل برزیلی حاوی چربی‌های سالم، منیزیم و زینک که از سلامت قلب و تعادل هورمونی هم حمایت می‌کنن
و در سطح انرژی بدن نقش مهمی دارند. از اونجایی که این آجیل بسیار مغذیه، مصرف مقدار کمش کافیه. روزانه 1 تا 2 عدد برای رسیدن به سطح مناسب سلنیوم کاملاً کافی هست و نباید در مصرفش زیاده روی کنین. میتونین اون رو به صورت خام مصرف کنین، به مخلوط آجیل اضافه کنین یا خردش کنین و روی غذا بپاشین. و اما میرسیم به شماره 1. گردو. گردو مهمترین آجیل توی این فهرسته و هر مردی بهتر اون رو در برنامه روزانه خودش داشته باشه. این آجیل باستانی هزاران ساله که در آسیا، خاورمیانه و اروپا شناخته شده و هم به عنوان غذا و هم دارو ارزشمند بوده. امروز هم علم مدرن این موضوع رو تایید کرده. گردو یکی از بالاترین ظرفیت‌های آنتی اکسیدانی رو در بین آجیل‌ها داره. ترکیبی از ویتامین ای، ملاتونین و پلیفنول‌ها باعث این ویژگی شده. مهمتر از همه، گردو غنی‌ترین منبع آجیل از اسیدهای چرب امگا 3 گیاهی یعنی آلفا لینولنیک اسید هست. این ترکیب اثرات ضد التهابی قوی در بدن ایجاد میکنه. برای پروستات گردو در چند سطح عمل میکنه. التهاب مزمن رو کاهش میده، از سلولها محافظت میکنه و به بهبود علائم ادراری کمک میکنه. پلیفنول‌های گردو در بدن به ترکیبات فعالی تبدیل میشن که خاصیت ضد التهابی دارن و از بافت پروستات محافظت میکنن. همچنین گردو به سلامت قلب و مغز هم کمک میکنه و حتی ملاتونین موجود در اون میتونه باعث خواب بهتر بشه. خواب بهتر یعنی بیدار شدن کمتر در شب برای رفتن به دستشویی. برای بهره‌مندی از فواید گردو روزانه حدود 1 مشت کوچک یعنی حدود 7 نصف گردو مصرف کنین. میتونین اون رو به صورت خام یا کمی برشته مصرف کنین یا به ماست، اوتمیل، سالاد و حتی اسموتی اضافه کنین. نکته مهم مصرف منظم و مداومه. جمع‌بندی نهایی گردو و این آجیل‌ها ابزارهای قدرتمندی برای سلامت شما هستند، اما اثر واقعی زمانی ایجاد میشه که در کنار یک سبک زندگی سالم باشند. فعالیت بدنی منظم، نوشیدن آب کافی، مدیریت استرس و رژیم غذایی متعادل همگی نقش مهمی دارن. این انتخاب‌های کوچک اما مداوم میتونن تغییرات بزرگی در کیفیت زندگی شما ایجاد کنن. شروع از امروز با اضافه کردن این آجیل‌ها به برنامه غذایی یک قدم ساده اما قدرتمند برای سلامت پروستات، خواب بهتر و انرژی بیشتره. شما شایسته شب‌های آرام، روزهای پر انرژی و زندگی سالم هستین. بدون اینکه مدام بین این دکتر و اون دکتر در رفت و آمد باشین یا بخواین هزینه‌های سنگین برای دارو و جراحی پرداخت کنین. یادتون باشه، پیشگیری همیشه بهترین درمانه. از همراهیتون واقعاً سپاسگزارم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک رو فراموش نکنین. اگه از این محتوا راضی بودین، عدد 1 رو توی کامنت ها بنویسین. کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم فعال کنین تا ویدیوهای جدید رو از دست ندین. این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون هم بفرستین. شاید همین اطلاعات ساده بتونه بهشون کمک بزرگی کنه. پس حتما ویدیوهای جدید ما رو ببینین. شاید بین همین ویدیوها یک نکته کوچیک وجود داشته باشه که زندگی شما یا یکی از عزیزانتون رو تغییر بده. خیلی مراقب سلامتی خودتون باشین. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.